فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان. این فدراسیا در دوام سال 2022 یکی از فدراسیاهای فعال کشور ما به شمار می‌رود. این سال در جمهوری تاجیکستان زیاده از 10 مسابقه جمهوری برگزار گردید. ورزشکاران از 31 دولت دنیا آمده بودند. نوروز مبارک. از 5 شاه جایزه‌ای که در این مسابقات داشته بود، یعنی که 4 شاه جایزه را پهلوانان جمهوری تاجیکستان صاحب گردیدند. 26 ایول سال 2022 فدراسیای بین المللی گوشتینگیری ثبت نام گردید. همین در گوشتینگیری هم جهانی گردید. فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان. این فدراسیا در دوام سال 2022 یکی از فدراسیاهای فعال کشور ما به شمار می‌رود. برگزاری 3 مسابقه سطح بین‌المللی، زیاده از 10 مسابقه سطح جمهوری از آن چهاربینی‌هایی است که در دوام سال از طرف این فدراسیا تشکیل و گذرانیده شد. در این برنامه می‌خواهیم که راجع به فعالیت یک ساله این فدراسیا داخل کنیم. دوام چند سال اخیر در برابر مسابقه‌های سطح بین‌المللی، تمام مسابقه‌های جمهوری طبق قاعده‌های نو گوشتینگیری صورت می‌گیرند. میگوید داور درجه بین‌المللی سرخان اماموف. سال جاری زیاده از 10 مسابقه‌های جمهوری شهری چمپیونات تاجیکستان دایر گردیده است که در آنها برابر رعایت قاعده‌های نو گوشتینگیری لباس‌های نو گوشتینی ملی استفاده شده‌اند. این سال در جمهوری تاجیکستان در حدود کشور زیاده از 10 مسابقه جمهوری برگزار گردید که آنها سراول ما این مسابقه را از جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروق، بعداً در مسابقه سطح جمهوری برای دریافت جایزه استاد ورزش سابق اتحاد شوروی میرزاوطن حسن علیف در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، بعداً در شهر خوجند ولایت سوق برای دریافت جام رئیس ولایت سوق برگزار گردید. در شهر کلوب ولایت ختلان مسابقه جمهوری برای دریافت جام استاد ورزش سابق اتحاد شوروی اعلاچی معارف SSR و اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان استاد شهید سعیدوف هم برگزار کردیم و دیگر مسابقه هایی که در شهر دوشنبه برگزار کرده شدند و بخشیده بر روزهای صحنه های ایدی ملی جمهوری تاجیکستان برگزار شدند. خورشید بیداللویف حالا به حیث سرمربی فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان فعالیت دارد. به گفته وی مدت چند سال اخیر در تمام تالارهای ورزشی شهر و دیگر منطقه‌های کشور گروه‌های علاهیده گوشتین ملی در برابر دیگر نمادهای گوشتین تمرین می‌کنند. در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان نیز درس‌های مخصوصی گوشتینگیری به راه مانده شده است که همه روزه نورسان و جوانان در تالار ورزشی دانشکده مشق می‌کنند. امروز خوشبختانه قریب که در همه شهر و نواحی‌های جمهوری تاجیکستان نسل نورس گوشتین ملی را تمرین می‌کند و اون شخصانی که باز هم در دل شوق و هوس زیاد گوشتین ملی و مشق تمرین اون را دارند و به واسطه به دانشکده تربیت جسمانی داخل می‌شوند. بعد ختم مکتب میانه یا با کالج تربیت جسمانی داخل می‌شوند. بسیارتر که در دانشکده تربیت جسمانی دانشجویان با اختصاص گوشتین ملی داخل می‌شوند. الکه از ناحیه آماده برای مسابقات سطح جمهوری آماده می‌آیند، دانشجو می‌شوند و باقی مانده این برای مسابقات جمهوری و برای مسابقات سطح بین‌المللی که چخیلی که این سال 2022 در داخل جمهوری 2 مسابقه سطح بین‌المللی تنها این در نوروزگاه شهر دوشنبه شده گذشت. آمادگی چخیلی که همگان معلوم بود. دسته منتخب در یک سطح خوب قرار داشت که با اشتراک همین قدر ورزشکاران خوبی آسیا و آسیا میانه بود جای اول رو در شکل دستاوی گرفتیم. این روزها در
128 мактабҳои варзишӣ, клубҳои варзишӣ дар назди яъне ки кумитаи кор бо ҷамоаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, ки ҳар яке аз онҳо дар дохили яъне ки гурӯҳҳои машқи варзишӣ 15 то 20% ҳар як мактаби варзишӣ ин намудҳои гӯштини миллӣ мебошад, ки варзишгарони мо имрӯз сарчашмаи аз худи мактабҳои варзишӣ яъне ки назди кумитаи кор бо ҷамоаи варзиши назди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ва боз ҳаст клубҳои яъне ки варзишӣ, ки дар дохили клубҳо ҳам гурӯҳҳои гӯштингирӣ яъне ки фаъолият доранд, ва мисли клуби Парвиз Собиров ва мисли клуби паҳлавонии устод Носир Бозоров. толори варзишӣ Парвиз Собирзода. ин толор аслан барои гӯштини ҷудост, аммо дар баробари он гӯштини миллӣ низ тамрин дода мешавад. Манучеҳ Собирзода як гурӯҳи махсуси ҷавононро ҳамарӯза аз гӯштини миллӣ машқ медиҳад. گوشتین ملی یکی از نمودهای بهترینی ورزش در جمهوری تاجیکستان میباشد. بنابراین سبب همه جماعت هایی که در تاجیکستان میگذارد از روی گوشتین ملی میگذارد. ورزشگرانی که فعالند باید خود را در نمود ملی هم فعال نشان دهند. بنابراین سبب ما هم در وقت علاهیده جدا کرده گوشتین ملی هم تمرین میگیریم. سال جاری دو نماینده همین کلوب چمپیون جمهوری تاجیکستان شدند. دستاوردها دارند. از جمله نوروز کریمزاد، حیدر سیدکبیری بچه‌ها برآمد میکنند در گوشتین ملی. 21 марти соли 2022 наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ. дар ин мусобиқа варзишгарон аз 31 давлати дунё омада буданд. наврӯз мубарак. ин варзишгарбону Ноэл Грандиан аз кишвари Таиланд аст. ӯ баъд аз ҷоизадор шудан дар чемпионати Осиё оид ба гӯштини кураш мехоҳад, ки дар гӯштини миллии мо ҳам ғолибият ба даст оварад. I love Tajikistan. тоҷикистонро дӯст медорам, хусусан хӯрокҳои миллӣ, одамон ва табиати хушманзари онро. гӯштингирӣ, кураш хеле ба ман писанд аст. It's very good. дар баробари чемпионати Осиёи кураш мо гӯштини миллиро яъне ки баргузор намудем, ки зиёда аз 31 давлати ҷаҳон дар наврӯзи соли 2022 иштирок намуданд. аз 5 шоҳҷоизае ки дар ин мусобиқот гузошта шуд, яъне ки 4 шоҳҷоизаро паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб гардиданд ва дар ҷамъбасти dastavӣ паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиби dastavӣ гардид. фазои наврӯзгоҳи кишвар бо иштироки мухлисон, ки зиёда аз 15000-ро ташкил медод, идона гардида ҳавоозмоиҳои паҳлавонон ҷолибу диданӣ сурат мегирифтанд. Алексис Плантан дар ин мусобиқа кишвари Фаронсаро намояндагӣ мекунад. I'm Alexis Plantard from France. I play judo and wrestling, courage, gushingiri. ман аз кишвари Фаронса ҳастам. ба намудҳои варзиши ҷудо, кураш, гӯштингирӣ машғулам. бори аввал аст ки ба Тоҷикистон меоям. бисёрам хушҳолам, ки ба Тоҷикистон омадам ва ин кишвари зеборо аз наздик тамошо кардам. мардуми тоҷик меҳмоннавоз буданд. маро табиат ва боду ҳавои ин кишвар мафтун гардонид. اجرای اصول بکند ولی پهلو هست یا نه بعدا با ورزشگر گرجستان. дар шумори dastavӣ низ аз рӯи медалҳои ба дастоварда ғолибон муайян шуданд. мунтахаби ҷумҳурии исломии Эрон мақоми сеюмро соҳиб шуд. дастаи ҷумҳурии Ӯзбекистон мақоми дуюм. мақоми аввалро бошад бо 4 медали тилло ва 7 медали нуқраву 7 медали биринҷӣ мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб гардид. таърихи 5 июн дар шаҳри Твери Федератсияи Россия мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ баргузор гардид.
در این مسابقه 15 دسته اشتراک داشت. این دسته ها از شهرهای گوناگون فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بودند. متصدیان چهاربینی کوشیدند که امسال مسابقه را میان دسته ها دایر نمایند. در شهر توری فدراسیون روسیه باز یک مسابقه سطحی بین‌المللی برگزار گردید که غالب دسته‌ای آن شهر مسکو گردید و جای دوم نصیب شهر تور گردید و غالب سومش دسته جمهوری تاجیکستان گردید. مسابقه به خاطر یکی از پهلوانان تاجیک اعظم خوشکوف برگزار گردید. اصلا این مسابقه طی 20 سال است که در شهر تور گذرانده می شود. اعظم خوشکوف از سال 1994 به شهر تور روسیه رفته مقیم این شهر می گردد. به سالهای طولانی در اینجا نمایندگی از فرهنگ و مدنیت تاجیکان را می کرد. از سال 2001 همساله با تشبوسی او این مسابقه برگزار کرده می شود. سال 2006 اعظم خوشکوف دنیا را ترک نموده. از اون سال پیوندانش این مسابقه را به خاطر او دایر می نمایند. حالا پیوندان اعظم خوشکوف در شهر تور کار و زندگی دارند. ایون سال 2022 مسابقه جمهوریوی اوید به گشتین ملی نوروزگاه شهر دوشنبه. جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به روز وحدت ملی. همین طریق به رقابت نهایی میان بانوان در وزن تا 60 کیلو فضیلت گلبایووا از دسته دوشنبه یک و جنانا نظرова از دسته خطرات دو اندر میدان رقابت شده و در کمتر از 1 دقیقه جنانا نظرова غالبیت به دست آورد. در میان بانوان اهلیه مومینووا و روحافزون بیگ نظرова صاحب مدال برنجی مسابقه گردیدند. فضیلت گلبایووا در زینه دوم افتخاری و جنانا نظرова جای یکم را اشغال نموده در مراسم تنتنوی از دست مسئولین مدال و افتخارنامه و جایزه های خود را دریافت کردند. در مسابقه خاتمان همین بود که بخشیده به وحدت در جمهوری مسابقه سطح جمهوری برگزار گردید که با اشتراک کل پهلوانان جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و در آن هم باشد 4 شاه جایزه به اینابت گرفته شد که شاه جایزه پهلوانان تیمور رحیموف، جهانگیر مجیدوف، محمد عبدالجلیل زاده و مسلم بیگ کریموف صاحب گشتند. این را قید کردن ضرور است که این سال با تشبوسی به واسطه رئیس شهر دوشنبه و رهبرت فدراسیون گوشتنگیری مملکت در مسابقه‌های کلان با نفوذ بین‌المللی از جانب فدراسیون یک چند نفر ورزشکاران ورزیده مملکت مبلغ‌گذاری کرده شدند و آنها در چهاربینی‌های با نفوذ بین‌المللی شرکت ورزیده شرف جمهوری تاجیکستان را علم برداشتند. در وزن مطلق این مسابقه که وزنی به اضافه 95 کیلو محسوب می شود، تیمور رحیموف با شریف جان نظریوف برای شاه جایزه نیرو سنجیدند. در نهایت کار شریف جان نظریوف که از کیف آسیب برداشت نتوانست رقابت را ادامه بدهد و غالبیت نصیب تیمور رحیموف گردید. در وزن مطلق مقام‌های افتخاری سیوم نصیب پهلوانان ددخان قربانعلیوف و باباجان بابایف گردید. شریف جان نظریوف در مقام دوم افتخاری جا گرفت و تیمور رحیموف شاه جایزه جام رئیس شهر دوشنبه در مسابقه جمهوریوی گشتین ملی را دریافت کرد. خوشبختانه من در وزن جمعی 95 کیلوگرم غالب مسابقه گشتم و تمام
مردم جمهوری این عید بزرگ را مبارکباد میگویم. من با 4 حریف خود خوز میکردم و 4 غالبیت صاف و دست آوردم. همین طور پهلوانان تاجیک 25مین سالگرد روز وحدت ملی را با مسابقه باشکوه تجلیل نمودند. مسابقه ساعت 17 آغاز شده تا ساعت 2 شب دوام کرد و هواداران گشتینی میهن هم تا با آخر پهلوانان را دستگیری کردند که این باری دیگر از شهامت و ارجگذاری و گشتین نیاگانمان محسوب می شود. ششم ایول سال 2022 در شهر سیوریخ شویتزاریا فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان ثبت نام نمود. با ثبت نام کردن فدراسیون امکان دارد که مسابقه های سطح بین المللی را رسما دایر نماید. ارزوی درینه بیش از 6000 سالانه خلق تاجیک گشتینگیری را به عرصه بین المللی برداریم و اینچنین هدایت های سرور دولت که طبق سفر کاری خود سال 2015 در شهر خوجند باستانی به محصلین ساحل گشتین داده بودند که گشتین ملی را باید به سطح بین المللی برای خوشبختانه این سال گروه کاری تحت سروری رئیس فدراسیون گشتینگیری مملکت محترم بگیجانزاده لایق بگیجان به شهر چوریخی دولت فدرالی شویتزاریا سفر نمودیم بهر ثبت کردن این فدراسیون و خوشبختانه 26 ایولی سال 2022 در شهر سوریخ دولت فدرالی شویتزاریا فدراسیون بین المللی گشتینگیری ثبت نام گردید و در فضای جهانی ورزشی باز یک فدراسیون بین المللی به وقوف آمد. مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به گشتینگیری. هجدهم دکبر سال 2022 قصر ورزشی شهر خوجند. اینجا قصر ورزشی شهر خوجند است. آخرین رویداد برای فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان در سال 2022 این برگزار شدن مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به گشتین ملی می باشد. این مسابقه سنه 18 دکبر دایر گردید که در آن ورزشکاران زیاد اشتراک داشتند. و جز از کشور ما از 10 کشور دنیا در این مسابقه پهلوانان اشتراک داشتند. علی سیرای اصلا مربی گشتینی کورش از عربستان سعودی می باشد. او در این مسابقه به حیث داور اشتراک می کند. First of all, I want to thanks Tajikistan countries to invite me. نخست به همه شما درود میگویم و بعدا به خلق تاجیک و فدراسیون گشتینگیری در سیمای پرزیدنت آن بگیجانزاده میناداری خویش را میرسانم که این چهاربینی را در سطح خیلی عالی تشکیل کردند. Federation for Tajikistan and all my friends is here. در اینجا دوستان زیاد پیدا کردم و من از این خیلی خوشحالم. طور مشاهده میکنیم گشتینگیری قدم به قدم پیش رفته رشد کرده ایستاده است. من سال گذشته در یک مسابقه گشتینگیری اشتراک داشتم و امسال مسابقه از سال گذشته بهتر صورت گرفته ایستاده است. در اینجا دوستان من هستند که آنها مربیان المپی میباشند. من نیز مربی المپی کورش عربستان سعودی هستم. ما بسیار میخواهیم که گشتینگیری را در دولت‌های خود رشد داده پیش بریم. ساعت 10:30 مراسم گشاده شوی مسابقه بین المللی عاید به گشتینگیری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برابر آمدن رئیس ولایت سوخ رجبای احمدزاده به قصر ورزشی شهر خوجند شروع گردید. در چاربینی سطح بلند رهبریت ولایت سوخ
شهر خوجند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون بین‌المللی گشتیگیری و ورزشکاران و مربیان اشتراک داشتند. فدراسیون گشتیگیری تحفه مخصوص خود را به رئیس ولایت تقدیم نموده رونمایی سرتیفیکت مقام بین‌المللی گرفتن گشتیگیری دایر گردید. همین در گشتیگیری هم جهانی گردید و همه گشتیگیران مملکت و شهروندان جمهوری تاجیکستان را از صمیم دل تبریک میگوییم. پهلوانان در وزن جمعی 95 کیلو چندان زیاد نبودند. ابراهیم گجر پهلوان ایرانی که دعواگر غالبیت در این وزن بود، در رقابت نیمه نهایی از یک پرتافت زیبای پهلوانی تاجیک فرزینشاه حسینوف امیدی به غالبیت رسیدن در این وزن را فراموش کرد. وزنی که شاه جایزه او را انتظار است را خط گرفت. یک چهره دیگر کشف شد. فرزین حسینوف. در رقابت نهایی ورزشکار تاجیک فرزینشاه حسینوف با پهلوان شناخته ازبکستان محسن خسام‌الدینوف به میدان برآمدند که این باخوری با پیروزی ورزشکار ازبک به پایان رسید. همین طور مقام سوم را در این وزن ورزشکار ازبک اولتیبایف بیگمراد و ورزشکار ایرانی ابراهیم گجر صاحب شدند. جای دوم را ورزشکار تاجیک فرزینشاه حسینوف، مقام اول و شاه جایزه مسابقه را ورزشکار ازبکستان محسن خسام‌الدینوف صاحب گردید. شاه جایزه ها در فضای تنتنوی از طرف رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده به غالیبان سپرده شد. این چاره‌بینی نخستین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به گشتیگیری می باشد که بین کلانسالان بخشیده به 30مین سالگرد اجلاسی 16مین شورای عالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک بهترین ورزشکاران از 11 دولت خارجه برگزار شد. برای قدرشناسی غالبان مسابقه بین‌المللی بجز از شاه جایزه ها که برای وزن‌های 95 و جمع 95 کیلو پیش بینی شده بود، برای غالبان وزن‌های دیگر مکافات پولی از 10,000 تا 40,000 سومانی تقدیم گردید. فدراسیون گشتیگیری جمهوری تاجیکستان در طول 2 سال اخیر زیاده از 4 مسابقه سطح بین‌المللی برگزار کردیم که هر یکی اون بر جام پایتخت و بخشیده به نوروز و جام محترم رئیس شهر برگزار کردند. بخشیده به روز وحدت ملی ما یک اقدام نیکی گرفتیم با محترم رئیس ولایت سوخت که یک مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را که برگزار نماییم. من بعد مسابقه همچون مسابقه رسمی به نوبت گیریم و هر سال که همچون مسابقه سطح بین‌المللی برگزار نماییم. با برگزار کردن همین گونه یک مسابقه بین‌المللی سال جاری برای فدراسیون گشتیگیری تاجیکستان انجام می‌یابد. هدف اساسی فدراسیون معرفی گشتین ملی پیش از همه در عرصه بین‌المللی میباشد. کارمندان فدراسیون گشتیگیری تاجیکستان نیت دارند که در سال 2023 یک قطار مسابقه های سطح بین‌المللی را برگزار سازند. به این طریق توانند که در عرصه بین‌المللی گشتین تاجیک را معرفگر باشند.